رسم عجیب این مردم رو ببینین. توی قبیله مردا برای که عشقشان رو به زنشان ثابت بکنه باید یک دونه دستشان رو از بازو قطع بکنه و هرچی عشق بیشتر باشه باید دو دست دیگه هم قطع بکنه. اینا رو که شما میبینین همه به خاطر زنهایشان هر دو تا دستشان رو قطع کردن و او رو تا ابد نگه میدارن، اینجوری خشکش میکنن. مگه احمقتر از این هم داریم؟ مگه دستش رو قطع میکنن. بعد آمده مگه فردای خانومه ول کرد رفت چی؟ این مرد چلاق میمونه و این دست خوش شده. یعنی چقدر مردم های نادان و جاهل توی سراسر دنیا زیاد. آدم میشنوه باورش نمیشه. ببینین دستایشان از بازو میزنن قطع میکنن که عشقشان رو به حساب ثابت بکنن به اون زنی که میخوان او رو بگیرن باش ازدواج کنن. چقدر این مردم خرن به خدا، چقدر خرن. مردای بیچاره رو به هر طریق ببینین قربانی میکنن. حق به توقی هم بخوره شاید هم این زن ول کنه بره رد کارش. این مرد دیگه نمیتونه غذا بخوره، باید با پاهاش غذا بخوره. معلول میکنن میره. ببینین